خانه یک کراچیوان غلام سخی است که یتیمارم در سرش است، بیوام در سرش است، خوار میوبشم در سرش است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود سلام خدمت شما دوستداران عزیز. الحمدلله الله متعال سپاسگزار هستیم که در شهر ولایت زیبای کابل امروز قلب نزدیک به 300 خانواده البته شاد میشن. سپاسگزار هستیم از خواهر ما فریبا و پریسا که دو خواهر هستند از امریکا که اینا کمک کرده بودن. برادر ما نادر رضا و فامیل کوهستانی، خواهر ما شکیبا امان که فرزنده اینا نیز مریض هستن که گفتن از دوستا بخواین که الله متعال به اینا شفای عاجل کامل بده. از همین عزیزای ما سپاسگزار هستیم که سهم گرفتن. الله متعال به اینا اجر و پاداش خیر عنایت کنه. مرحله اول بسته های مواد غذایی به سر جاش گذاشته شده است. مرحله بعدی ما فامیلا ما دعوت میکنیم. البته قابل ذکر است که در کنار این مبلغ هایی که دوستا کمک کردن مطابقی پول از طریق بنیاد کمک شده است که ما تانستیم میره در واقع به 300 نفر چی کنیم اضافه کنیم. و پروردگار هم اعضا را اجر پاداش بده. قلب یک فرد مسلمان ولو این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و مهربانی میکنه خودتان از آتش جهنم نجات بدین اگر چند قسمتی از خرما باشه، نصف از خرما باشه، پاره ای از خرما باشه. میریم فامیلا رو دعوت میکنیم و موادشان هم میبرن. سلام علیکم. هر کس که کمک کرده با ما خداوند اجرش بده، صد دنیا عذاب در آخرت بده. خداوند بگم برادر گل یک آرامی را در افغانستان ما بیاره، یک اتحاد باشه، یک آرامی باشه، و هر کسی که کمک کرده به هر حاجتی که داره خداوند به حاجتش برسونه. من دولس کس خوراک لرم یواز خپل ګټاله ما یو ګردې نمایی پېما کسی که کمک بر ما کردن بسیار زیاد تشکر. خدا زیاد بدیتان که بر ما کمک کرده بتان. نانوار خانه یک کراچیوان غلام سخی است که یتیمارم در سرش است، بیوام در سرش است، خوار میوبشم در سرش است. خودشم میزوف است، همشیریشم فلج است. یتیمار نگاه کرده 14 نفر هستند، نه کرا داده میتونه، نه برق دارن، هیچ چیزی واسش ندارن. شوهر خودم فوت کرده.